الله تعالی در قرآن عظیم شان می فرماید قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله تعالی در آیت می فرماید برای شما میگه اقتدای نیک است در شأن ابراهیم علیه السلام و او کسانی که همراه ابراهیم علیه السلام بودند، که مؤمنانی که همراه حضرت ابراهیم علیه السلام بودند. یعنی عمل اونها میگه برای شما یک الگو نمونه هست، با اونا اقتدا کنین. اونا برای قومشون که کافر بودن گفتن ما از شما و از آن خداهای باطل که شما عبادت میکنین ما بیزار هستیم و به شما ما کافر هستیم. ما با شما دشمنی داریم، عداوت داریم و در میان ما و شما عداوت و بغض آشکار شدگی است. دائما ما با شما دشمن هستیم، بغض داریم، عداوت داریم، حتی اینکه به خدای واحد لا شریک ایمان بیاورین. پس این کفر به طاغوت، بیزاری از طاغوت که عمل حضرت ابراهیم علیه السلام مؤمنا بوده است و از جمله اوجب الواجبات است بالای هر مؤمن و مسلمان. این فرض است که از هر طاغوت باید اظهار بیزاری کند.